حالا این دریوزه های پدرسگی که نزدیک به 250 میلیارد دلار پول ما رو به خارج از کشور بردند، حالا نوبت ایناست دونه دونه پولاشون رو بگیرن بلوکه بکنن. هم نفتمون رو بردن، هم گازمون رو بردن، هم بچه هامون رو معتاد کردن، زنامون رو به فحشا کشیدن. 32 سال ما رو بردنمون تو قرن ششم و هفتم هجری عقبمون بردن، اساس و بنیاد اقتصادمون رو نابود کردن، دلار 7 تومنمون رو کردن 1000 و نمیدونم 100 تومن، 1200 تومن، 1000 بود. حالا همینا رو دارن پولای اینا رو هم جمع میکنن، اینا رو هم میگیرن. حالا برای اینا البته آخونده حرومزاده ها به اسم عمه‌شون و خاله‌شون و نوه عمه‌شون و نمیدونم این کلفت دیدین این زنایی که با این آخونده هستن، یعنی تو اون تیپ اسلامی هستن، این پشمالوها رو میگم. اینا رو اگه شما تو یه تاغار واجبیه 1000 دیگری مثلا قوی تر از واجبی های معمولی بندازی، یه هفته اون تو بیای بیرون باز گوریلی میاد بیرون، پدر سگ سفره ابوالفضل انداز. اینا رو همه رو یکی زشتریش بیریتر دماغا هر کدوم اندازه سرچپق ناصرالدین شاه. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این حرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس خبرگان، هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه اصلا قیافش ایرانی نیست. در آقا اینجوری صورتا کج گوشا اینجوری، این بی پدر و مادرها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ حالا دوباره 4 تا از این پشمالوهای خانومای سفره ابوالفضلیات به تلفن زنگ بزنی. تا که رفته بودیم و خوشحال شده بودیم، لهجه هم دارن، بدهاتی ابله هم هستن، سیغه مثلا 50 یکی از این آخوندهای درجه 8 هم بوده، حالا فرستادتش آمریکا. یه حساب مانگی هم بقیرش باز کرده، یه مقدار پولم کرده اون تو که رفته بودی چرا دوباره برگشتی؟ پدر سگ من به ریش اون خامنه ای تون ادرار میکنم، تو زنازاده چی میگی؟ زدی که کلفت بیشرف. من فردا در ایران اگر 2 روز زنده باشم و بعد از آزادی ایران رو قبر خمینی تون رو مستراح عمومی میکنم. یک دونه از جنایتکاران رژیم راه فرار براش نمیذاریم، هر جای دنیا برن تو گونی میندازیم میگیریم برشون میگردونیم. من تعارف با شما ندارم، من اینجا نمیشینم وقت گذرونی بکنم که برای چی تلویزیون آریامر بسته شد. برای اینکه تلویزیون های دیگه نمیتونستن برنامه های عادیشون رو با وجود سعید سکویی ادامه بدن.